فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. کتاب افروزه در چلچراغ جان انسان است، فروغ صبح دانایی فروغ تاجیکستان است. نظر و نگاره هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 ناحیه فرخار. داوطلب سال سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمونه سیوم خواندن و از بر کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک باعث افتخار و سرفرازی است که در سال جاری غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی گشتم و از روی خالگذاری حکمان سزاوار جای دوم در دور چهارم یعنی دور نهایی گشتم. سراول مینت‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی میرسانم و همچنین به رئیس ولایت ختلان که باعث افتخار ماست که اساسگذار صلح و وحدت ملی برای ما چنین آزمون‌های سطح جمهوریوی را راه اندازی کردند. چطوری که می‌دانیم همکنون سال ششم است که آزمون در سراسر جمهوری برگزار می‌گردد و از در مدت 3 سال اشتراک به خود یک چیز را معین کردم که فروغ فردا افروز است. نابسته از آن که در دور نهایی ما غالب می‌آییم و یا نه، همه اشتراکچیان دور نهایی اختران تاجیکستان هستند که توانستند تا به این مرحله رسند. در سال گذشته که خود اشتراکچی دور نهایی بودم، وقتی که سزاوار جای افتخاری گردیدم اما غالبیت به دست نآمد. بسیاری ها می گفتند که نمی شود، اما وقتی که انسان کتاب می خواند، از همه برداشت مهمترین من از کتاب ها این است که باوری به خود پیدا کردم و نابسته از آن کسی چیزی می گفت، در مدت 1 سال تیاری تا اینکه غالب باشم یک جمله در ذهن من خطور کرده بود: در خیال سرکش من واژه تسلیم نیست. و همچنین شد و من بعد نیز چنین خواهد بود: در خیال سرکش من واژه تسلیم نیست. باعث افتخارم است که به آرزوی خود رسیدم. مدت 6 سال بود که تیاری می دیدم و توجه داشتم به این آزمون، اما مدت 3 سال بود که اشتراکچی این آزمون گردیده بودم و به آن نفرانی که می خواهند در آزمون اشتراک ورزند، سراول از همه چیزی اساس برای انسان باوری به خود است. باوری به خود داشته باشند و رو به کتاب برند، زیرا جامعه‌ای که امروز کودک 7 ساله وی کتابخوانی میکند، هر یک کودک وی بزرگی عالم می شود. خلقی که به مهر رودکی خوانی کند، هر کودک او بزرگی عالم شود. آینده دولت، ملت و وطن عزیزمان در دست ما جوانان و نورسان می باشد. وقتی که ما رو به کتاب میاریم، آینده درخشان ملت خود را ساخته میتوانیم. خلقی با سواد، دولتی پیشرفته از خلقی با سواد سرچشمه میگیرد و برای هر یک اشتراکچی وقتی که اشتراکچی آزمون میگردی، حالت روحی روانی هر یک اشتراکچی را شناس میشوی و واقعا هر یک کس با آنها باید احسن و تحسین کند، چون که بعضا میشود رو هفتادگی و از همه اساس نابسته از آن کسی چیزی میگوید یا خود دیگر واسطه ها، اما از همه مهم مهر و محبت پدر و مادر در عائله است. وقتی که پدر و مادر تو را دستگیری میکنن و تو اعتماد میبخشند، تو فکر میکنی که پرواز کرده میتوانی، آنها همچون بال و پر تو هستند و میگویند که شوق اگر در دل باشد رهبری در کار نیست. بسیاری از نفران شکایت می شود که ما رهبری اصیل نداشتیم و دیگر گناه واسطه ها می شوند، اما از خودم میگویم که شوق اگر در دل باشد رهبری در کار نیست. استاد نیست کار بر بنیاد نیست. واقعا هم سهم آنها نیز ارزنده است و مینت‌داری خود را به کل کلکتیو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 ناحیه فرخار میرسانم و
و پایه اساسی دانش من از استاد اولینم سرچشمه میگیرد که متاسفانه امروز در قید حیات نیست، اما با افتخار خودم و افتخار استادم هستم امروز میدانم که در جمهوری نام او را برداشتم. و از همه انسانی که مرا سخت دستگیری کرد پدرم بود و همیشه به من تاکید میکرد که دخترم تو به خود باور داشته باش، در حالی که تمام دنیا به تو شبهه دارند و باوری به خود و امید به لطف خداوند کن. و امروز که در این موقع قرار گرفتم، یک جمله است که میخواهم گویم: یا رب ز جهان لطف تو کافی است مرا.